روز 1 سپتامبر در قرقیزستان پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان از رهبران این جمهوری آسیای مرکزی دعوت کرد فعالیت گروه‌های مربوط با جنبش روحانی ترک مهاجر فتح الله گولن را منع کنند. مقامات ترکیه گولن را با سرپرستی تبادلات ناکام تابستان سال 2016 متهم می‌کنند. تا حال مکتب‌های مربوط با شبکه گولن در قرقیزستان فعال می‌باشند. سال 2016 در پی تبادلات ناکام دولتی ترکیه از کشورهای منطقه درخواست نمود که مکتب‌های شبکه گولن را ببندند. ولی پرزیدنت آن وقته قرقیزستان المازبک اتنبایف از اجرای این تقاضا خودداری کرد. شبکه گولن بعد تغییر نام فعالیتش را به طور معمولی دوام داد. روز شنبه در ملاقات با پرزیدنت قرقیزستان سارانبای جینبکوف اردوغان بار دیگر به این مسئله دخالت نموده شبکه گولن را تهدید امنیتی عنوان داد. زیرا biz kardeşsek biz çektiğimizi kardeşlerimizin çekmesini ما نمی‌خواهیم که مردمی برای ما برادر با این مشکل روبرو شوند. پیروان گولن می‌توانند به وزارت کارهای داخلی و نهادهای نظامی وارد شده تبادلات شبیه در قرقیزستان هم به وقوع پیوندند. Bunlar devletin bütün mekanizmalarının içine sızarlar ve oralardan da aynı darbeyi burada da yaparlar. پرزیدنت قرقیز که یک سال اینجانب سر قدرت است به اردوغان یگان وعده قطعی نداد. او گفت که شبکه مکتب‌ها تحت نظارت دولت قرار دارد. قزاقستان همسایه هم از بستن مکتب‌های شبکه گولن خودداری کرده است.